سلام و درود به همه همراهان عزیز چنل. به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به یه سفر باور نکردنی توی زندگی کسی که ذهنش از کهکشان‌ها هم بزرگتر بود. استیون هاکینگ. اسمش رو همه شنیدن، اما فقط چند نفر واقعا میدونن این مرد چطور تونست وقتی پزشکا بهش گفتن فقط 2 سال دیگه زنده میمونه تمام قوانین فیزیک و زندگی رو به چالش بکشه. بیا بریم از تولد اون تا آخرین نفسهاش رو با هم ببینیم. در 8 ژانویه 1942 درست 300 سال پس از مرگ گالیله تو شهر آکسفورد انگلستان به دنیا اومد. پدرش فرانک یه محقق طب گرمسیری بود و مادرش ایزابل هم فوق لیسانس اقتصاد داشت. جالبه بدونین اون دوران جنگ جهانی دوم در جریان بود و اوضاع خیلی خیت بود، ولی آکسفورد یکی از امن‌ترین شهرها محسوب میشد. بچگی‌های استیون با خانواده روشنفکر گذشت. خیلی از اوقات اونا با یه ماشین مسافرتی که به جای خونه ازش استفاده میکردن توی راه‌های طولانی در حال سفر بودن. هاکینگ توی مدرسه شاگرد متوسطی بود، ولی دوستاش بهش لقب انیشتین داده بودن. اتفاق جالب اینه که تا 21 سالگی دقیقاً نمیدونست که میخواد چی کاره بشه. پدرش میخواست پزشکی بخونه، اما استیون به ریاضیات و فیزیک علاقه داشت. بالاخره رفت آکسفورد و با درجه ممتاز فیزیک خوند. بعدش رفت کمبریج برای دکترای کیهانشناسی. همون سالهای اول کمبریج بود که متوجه شد داره زمین میخوره. انگشتاش بیهوده بسته میشن و صداها توی گلوش میپیچن. دکترها گفتن که مبتلا به بیماری ALS هست، یعنی بیماری نورونای حرکتی. میانگین بقایی که دکترها برای استیون تخمین زده بودن فقط 2 سال بود. اون موقع استیون 21 ساله بود. میگن اون شب رفته بود توی خونه و خیلی ناراحت بود. خودش رو توی اتاق حبس کرده بود و فقط موسیقی گوش میکرد. ولی یه اتفاق جالب افتاد. استیون چند ماه بعد با جین، دختری از خونه های همسایه، آشنا شد و عشق تازه بهش زندگی دوباره ای داد. استیون تصمیم گرفت که هرگز تسلیم نشه. هاکینگ با راجر پندروس کار کرد و فهمید اگر نسبیت عام انیشتین درست باشه، جهان باید از یه نقطه بی‌نهایت کوچیک شروع شده باشه. اما کار مهمترش درباره سیاه‌چاله ها بود. تا اون موقع فیزیکدان‌ها فکر می‌کردن هیچ چیز از سیاه‌چاله بیرون نمیاد، اما هاکینگ گفت اشتباه می‌کنید. سیاه‌چاله ها تشعشع دارن. کسی باور نمی‌کرد، اما بعد از گذشت سالها فرمول‌های ریاضی نشون دادن که سیاه‌چاله ها از خودشون تشعشعات خارج می‌کنن. اسم این پدیده شد تابش هاکینگز و انقلابی در فیزیک ایجاد کرد. سال 1988 هاکینگز کتابی نوشت به اسم تاریخچه زمان. اون بدون هیچ معادله یا فرمول خاصی سعی کرد معمای کیهان رو به زبان ساده توضیح بده. همه میگفتن اون دیوانه شده. خیلی ها بهش توصیه میکردن که کتابای علمی عمومی فروش زیادی ندارن و چاپ کردن اون یه کار بیهوده است. ولی با کمال تعجب کتابی که هاکینگز نوشت به مدت 237 هفته توی لیست پرفروشترین های ساندی تایمز موند و 25 میلیون نسخه فروخت. خودش توی مقدمه نوشت به من گفتن هر فرمول تعداد خواننده های کتابت رو نصف میکنه، پس منم فقط یه معادله گذاشتم، E = MC2. در دهه 80 میلادی عفونت ریه باعث شد حنجره اون رو بیرون بیارن و عملاً صداش رو از دست داد. اولین همسرش جین سالها با فداکاری ازش مراقبت کرد، اما فشار روحی بالا باعث شد که از هم طلاق بگیرن. بعدها با همسر پرستارش الاین ازدواج کرد که بعداً خبرهای ناخوشایندی از رفتارهای الاین منتشر شد. وسیله ارتباطی هاکینگز ابتدای دستگاه جالب بود. هاکینگز با حرکت ابرو و چشم حروف رو انتخاب می‌کرد و یه سیستم صداساز براش ساخته بودن
که به جای اون صحبت میکرد. خودش گفت صدای آمریکایی رو انتخاب کردم چون تا حالا نسخه سوئدی این دستگاه هنوز بیرون نیومده. جالبه بدونید که هافکینگز اصلا یه آدم درونگرا نبود. هافکینگز مهمون انیمیشن سیمپسون ها شد و سریال تئوری و داخل سریال تئوری بیگ بنگ هم حاضر شد. حتی در سریال استار ترک The Next Generation یا شبیه سازی خودش بازی کرد. در سال 2009 تو مراسم 50 سالگی ناسا هم شرکت کرد. هافکینگز اختلاف نظرهای زیادی با بقیه دانشمندا داشت. یه زمانی با دانشمند بزرگ لئونارد ساسکیند بر سر پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله‌ها دعوای علمی شدیدی کرد. ساسکیند میگفت اطلاعات در سیاه‌چاله‌ها از بین نمیرن. هافکینگ 7 سال مقاومت کرد و نهایتاً در سال 2004 با حضور ساسکیند در کنفرانسی اعتراف کرد که حق با اون بوده. هافکینگز گفت من بازی رو باختم، ولی بردن مهم نبود، مهم حقیقت بود. در سالهای آخر با جیمز هارتل نظریه بدون مرز رو مطرح کرد. جهان قبل از بیگ بنگ مفهومی نداشته، مثل قطب جنوب که جنوبتر از اون هیچی نیست. همچنین هشدار داد که هوش مصنوعی میتونه تهدیدی برای بشریت باشه و باید زودتر زمین رو ترک کنیم و به یه سیاره دیگه بریم. هافکینگز عاشق شرط بندی بود. با کیپ تورن شرط بست که سحابی قو شامل سیاه‌چاله نیست و دوباره این رو هم باخت. یه بار دیگه با جان پرسکیل شرط بست که اطلاعات توی سیاه‌چاله نابود میشه. اون یکی رو هم باخت، ولی وقتی میباخت جایزه میداد. یه اشتراک 1 ساله مجله پنتهاوس یا یه دایره المعارف بیسبال. در 14 مارس 2018 هافکینگز در سن 76 سالگی داخل خونه خودش در کمبریج انگلستان آروم گرفت. روز مرگش دقیقاً 139 سالگی انیشتین و روز تولدش درست 300 سال پس از مرگ گالیله بود. استیون هافکینگز ثابت کرد مغز میتونه وقتی بدن در بنبست باشه تا بی‌نهایت پرواز کنه. یه جمله از خودش برامون گذاشته که خیلی جالبه. جمله اینجوری شروع میشه که میگه یادت باشه به ستاره ها نگاه کنی، نه به پاهات. اگر تو هم به محدودیت فکر میکنی فقط یادت باشه خود هافکینگز هیچ وقت به حرف دکترهایی که میگفتن 2 سال بیشتر زنده نمیمونه گوش نداد. به قول خودش هر چقدر زندگی سخت باشه همیشه کاری هست که بشه کرد و توش موفق شد، فقط نباید زمین خورد. نظر تو چیه رفیق؟ به نظر تو آیا هافکینگز واقعا یه اعجوبه بین المللی بود یا فقط یه نظریه پرداز بود که صرفاً تعدادی از نظریه هاش درست از آب در اومدن؟ حتما توی کامنت ها برام نظرتو بنویس و اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن. باز هم مثل همیشه ممنونم ازت که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.